5 چهره بهترین در بخش اختراع‌کاری و نوآوری که طریق برنامه نوآور معرفی گردیدند. اختراعی که این کسب کردن برای تاجیکستان مهم است. پیشنهادات آنها میان دیگر نوآوری‌ها چشم‌رس‌تر است. اختراعات ما صاحب مدال طلا گردید. اختراعکارانی که تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی کردند. ما به زبان انگلیسی برآمد نبوده. طبق نظرسنجی میان دوستداران اختراعکار و نوآور بهترین های سال 2019 معین گردیدند. در دوره استقلالیت آزمون مذکور 12 مرتبه برگزار گشته شده است. همین بخشیده با رشد صنعت سبکی جنوب تاجیکستان روانه شده است. شماره آنها خیلی هم زیاد بود. شرح بیشتر در برنامه جنبسته نوآور با عبدالولی نادری. همیشه نوآور و تازه ایجاد باشید. در تلویزیون دوشنبه.